داداش به نظرم مامبل زیاد نباید درگیر جزئیات بشیم. فوش و اینجور چیزا. خب اگه نباشه که قشنگش نمیکنه. آها باید باشه. آره جذابش نمیکنه. آرتاو هستن سجاد شایی به نظرم نباشه بهتره ولی بودنش هم مشکلی نداره. واسه ویو گرفتن باید باشه. یو برعکس به شاین علی سامیت خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جا که از سال دلتون عالی باشه. آقا من بعد از سالها برگشتم ایران. زنجانم الان قراره استارت ویدیوها رو تو زنجان بزنیم. خیلی احساس خوبی دارم. راستش یه کوچولو هم استرس دارم به خاطر مصاحبه تو ایران. امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قراره اولین ویدیو رو تو ایران داشته باشیم با من. سلام وقت بخیر. سلام داداش هستم. سلام باشید. رپ گوش میدین؟ Yes sir. Yes. بابا اصلا فیلم خودش رپ بله. بله گوش میدم. رپ گوش میدین؟ نه. گوش نمیدین؟ نه خیلی. رپر مورد علاقتون؟ اکثرا منتونز کلا اون سبکی دیگه. آره. آرتاو هستن سجاد شایی رپر مورد علاقتون؟ پیشرو شایه. پیشرو سورنا نسل 1 و 2. به نظر رپ فارسی چه تأثیری به فرهنگ جوونا گذاشته؟ داداش به نظرم مامبل زیاد نباید درگیر جزئیات بشیم. خیلی تاثیر بدی هم گذاشته ولی خب رپ دیگه نمیشه کاریش کرد. درسته. شما به نظر من توی استایل و این مثلا جوونا رو بیشتر امروزی کرده سبکشون. آره یه خورده آگاه تر کرده توی از لحاظ مثلا سبک جدید استایلش باشه رفتارش باشه هر چیز. خیلی تاثیر گذاشته. اکثرا بیشتر هدفمند کرده چون توی این آهنگا توی این سبک آهنگا بیشتر راجع به مثلا اینکه شکست بخوری یا اینا صحبت میشه. من خودم که این تاثیر گرفتم ولی دیدگاه‌های مختلفی راجع به نظر من داره حقیقت رو میگه و اینکه وقتی من گوش میکنم انگار که دارم با حقیقت روبرو میشم. والا آیندهشون و اهدافشون رو بهشون نشون میده. من که اینطوری واسه این گوش میدم. مثبتی یا منفی؟ مثبت. فوش و اینجور چیزا. یعنی مثبتی یا منفی؟ منفی. منفیه؟ شما؟ اعتراضیاش مثبته چیزاش منفی. به نظر رپ فارسی با محتوای تند و انتقادی میتونه به فرهنگ ایرانی آسیب بزنه؟ نه اگه نظر قبلی اون ببریم جلو گفتم که مامبل در هر دو صورت پس مامبله. نه اصلا ربطی نداره. مونده بستگی به دیدگاه هر کسی داره که ببینه اینو آسیب پذیر میبینه یا نه چون طرز فکرهای مختلفی وجود داره. به نظر من نه. نمیشه. نه. چرا؟ چون دیگه آینده جوونا رو نشون میده دیگه. حرفای دل جوونا رو میگه منظورونه. بله همین دل جمعه. بله. خیلی. زده؟ آره. شما؟ نمیدونم فکر نکنم طرف خودش بخواد یاد میگیره کی نخواد یاد نمیگیره. بچه‌ها تو پاساژ اشراق زنجانیم. مصاحبه خیلی استرسی حاجی. تو ایران من اولین مصاحبه‌ام واقعا استرس گرفتم. نمیدونم استرس چیه ولی کلا اصلا ایران یه جوی داره که من دارم یه کوچولو استرس دارم. امیدوارم که همیشه به خوبی پیش بره. خیلی هم شلوغه. بریم واسه ادامه سوالات. چه ویژگی رپو بیشتر دوست داری؟ رپ بتل خوشم میاد به شخصه ولی بین آدم خفنش باشه. اینکه میتونه انتقاد کنه میتونه مثلا راجع به هر چیزی بیاد مثلا چه سیاسیش باشه چه مثلا مخالفت ها اینجور چیزا میتونه صدای مردم باشه. اینکه حقیقت رو میشنوی و اینکه آرامش بخشه. برای من آرامش بخشه. برای منم همینطور. با صداش با چیزش ریتمش اینا. و اینکه استفاده از فوش تو رپ فارسی نظرت کلا درباره اینا چیه؟ ببین اوکیه ولی خب به نظرم مامان باباها خیلی بیشتر باید درگیر این باشن تا من که من حالا بچه ندارم. به نظرم نباید بچه ها انقدر که هست اوکی بذارن که یارو هرچی رو بره یاد بگیره. آره کسی که گوش میده خودش هم فوش میده دیگه. این عادیه باید داشته دیگه اصلا باید باشه دیگه. نباشه اصلا معنی نداره همون خفنش. به نظرم نباشه بهتره ولی بودنش هم مشکلی نداره. به نظر من نباید باشه چون اشتباهه. به نظرم نباشه بهتره ولی بودنش هم مشکلی نداره. به نظر من نباید باشه چون اشتباهه. خب اگه نباشه که قشنگش نمیکنه. آها باید باشه. آره جذابش نمیکنه. شما؟ اما واسه ویو گرفتن باید باشه دیگه. باشه. آره. نظر ندارم تو. نظرت خوبه یا نه؟ خوبه.
یعنی باید فوش و الفاظ رکیک استفاده بشه؟ نه این نباید استفاده بشه. اوکی. دمت گرم. خب برابرعکس به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. اولین ویدیوی ما تو ایران تو شهر زنجان استارت خورد. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، لایک ویدیو فراموش نشه. کلی ایده‌های خفن داریم. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه پیس.